میشه خورده فقط خوش همین یک دو همین 3-4 روز آره 3-4 روز پس خیلی جاده ها مثلا مهالود بوده جاده ها بند سنگین بوده میگم یه علت ها بوده تجربه ندارن دیگه تجربه ندارن الان یه رو مثلا راه میفته آره اگه راه میفته این لایی به چه گاز میده ترمز میکنه دیگه نمیدونم اما این موقع که زمین خشم ترمز دیگه نگه نمیداره سوال میکنه میریم اینجا ولی یکی داغون میکنه چند نفر یه اکثر از جان کودک بودی؟ آره چون دیگه بیاد میشه سلام به همه دوستان گرامی، سال نوتون مبارک. 98 سال مبارک باشه. آره سال 98 تهران هم تهران خلوت اومدیم تهران گردی. امروز دومه فروردین، 2 فروردینه. آره من و توحید داریم الان کجاییم دقیقاً؟ پارک آب آتشیم. آره اینها بستان آب و آتش. الان خوب رکورد میکنه دیگه صدامون نه؟ آره فکر کنم الان خوب رکورد کنه. جایی نرفتیم تهران موندیم، گفتیم یه ذره تهران خلوت و تمیز و رکورد کنیم دیگه. آره خب خودت چی؟ خودم هم که الان گرسنمه، ساعت 1. بابا هنوز تازه رسیدیم، چی گرسنمه؟ کم کم یه چیزی هم بزنیم. بعد ملت اومدن تو پارک، اونور رو نشون بده. آره اینجا همه تو پارکن. و ما هم گفتیم خلوته بیایم یه سری ویدیو بگیریم، کلیپ بسازیم، امید بذاره تو کانال یوتیوب حالشو ببرین دوتایی. یعنی من و توحید داریم میسازیم، شما میبرید، حال جمعیشو شما ببرید. آره اونورم که پل طبیعتیه، سرم بریم پل طبیعت ملت رو ببین. ریختن این مورو نریزه پله. نه بابا نمیریزه. خب اون وریا یه ذره بیا این سمت. آره باشه حالا بریم ببینیم کجایی، چیکار میکنیم دیگه، چه تصاویری میگیریم. فعلا بادم هست نمیدونم ولی مطمئنم صدامون بد رکورد نمیشه. آره این ورم بگیر امید. ملت لباس دلغک پوشیدن. ببینم از ملت. آره مردم همه جا شاد و خوشحال، هوا هم خوبه، در حال گشت و گذار و تحویل سال نو. آره 2-3 روز دیگه ولی باد و بارون شروع میشه. حالا ببینیم که چه جوریه. پیش بینی گوگل چقدر خوب از آب در میاد. خب اینم پل طبیعت از این سمت، ولی ویوی اون سمت ولی فکر کنم خیلی بهتر بشه. باز آلودگی هوا هست ولی باز ویوی اتوبان قشنگ دیده میشه. یه تیک داره رکورد میکنه. نه الان رکوردو الان یه 2 دقیقه پیش زدم. سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یهو. خوشم که عمر دی سر آمده، رنجم بگرفته پایان یهو.
بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادم کن در این نوبهاران دور سرما رفته غم به یک جا رفته پا بکوبیم یاران به من تو بادا سال نو فرخنده به سال نو گردد ما را لب پرخنده ستاره بختت چون مهر تابنده به همه کسان به همه یاران خوش و خرم روزگاران پای هفتین رو به آینه خوشتر چه باشد شمع و جمع و جام زرینه خوشتر چه باشد عیدی از آن یار دیرینه خوشتر چه باشد گیرم در آغوشش میگویم در گوشش 100 سال به این سالا بهاریس سواریس می نازنین خورشید است به نوروز یهو خوشم که دیوزم به نسر پاجیر دل باز پیروز یهو بیا و خوش بکن دل جیت رو و حال و فرسال سوزه یهو سوز سرما بوش و غم به یک جا بوش و باب کبیر یاران طرب به فرخنده تازه سال میره هم طرب من خوشی و اقبال میره هم طرب شادی در همه حال میره هم به همه یاران به کسو کاران کرم به روزگاران هفتینه بر رو به آینه خوشتر درم من شم و جم و جام زرینه خوشتر درم من عیدی از اون نهر گنجینه خوشتر درم من نو گل کشم صاف و بی غشکم 100 سال به سالان من تو بادا سال نو فرخنده به سال نو گردد ما را لب پرخنده ستاره بختت چون مهر تابنده به همه کسان به همه یاران خوش و خرم خب ما اومدیم کجا بود اینجا؟ طبقه دو باغ کتاب. آره اومدیم غذا بزنیم نهار. من برگر سفارش دادم، توییدم که یه پیتزا سفارش داده. آره خستم شدیم، کلی گشتیم. الان پشت دوربینم توییده. بده من. بیا. سلام دوستان، احوال شما؟ ما اومدیم پیتزا بزنیم و برگر حالشو میبریم. بعد الان پشت دوربین امیده. بعد نوشابه از این جنگولک بازی ها گذاشتن توش، نمیکردن ایلا. بعد اینجا ما میاییم که به خاطر لازانیا، ولی باز من پرسیدم گفت لازانیا تموم کردیم از شانس افتضاح ما. یک بار من اینجا تونستم لازانیا بکنم که خیلی خوشمزه بود لازانیاش و همین. برای منتظریم الان بیاد دیگه. آره منتظریم بیاد. فعلا خداحافظ. آدامس هم میجوام حال میده.
دوستان عزیزان همراهان و طرفدارای میرامید این جانب و کانال میرامید و طرفداران ایران گشت و گذارمون تموم شد. اینجا ویدیو رو به اتمام میرسونیم. خسته شدیم. پشت سرمون باغ کتابه. الان هم که تو باغ کتاب برگر خوب بود، پیتزای بد نبود، معمولی بود. برگر خوب بود، خوشمزه بود، پیتزا خوب نبود، خوشمزه بود ولی خب ما زیاد دوست نداشتیم. آره الان هم که داریم میریم خونه. آره کاری باری صحبتی. تا ویدیوهای بعدی خدافظ همگی. ایستگاه بعد شهید سیاد شیرازی.